هر کی به کابل سفر نموده باشد حتما دیوارهای پهن و قدیمی را که مانند یک اژدهای طویل در بالای کوه به نام شیر دروازه افتاده دیده است. این دیوارها که به گمان اغلب صدها سال پیش از ظهور اسلام اعمار شده، از پلارتل شروع و از آنجا به سوی بالاحصار امتداد یافتند. گرچه قسمت‌های بزرگ این دیوار تاریخی اکنون از بین رفته است، ولی هنوزم بقایای آن تا امتداد تپه بالاحصار قسماً به چشم می‌خورد. در ساختن این دیوار از سنگ، خشت خام و گل پخسه کار گرفته شده است. مورخین به این باورند که قدامت تاریخی این دیوار به دوره یفتلی ها می‌رسد. قصه جالب و شنیدنی از دوره یفتلی ها که در آن زمان پادشاه به نام زنبورک شاه در این منطقه حکم روایی میکرد. بر اساس روایات تاریخی و افسانه های قدیمی شهر کابل، زنبورک شاه یک پادشاه ظالم و خونخوار بود که ظلم و بیداد نام داشت. این دیوار هم نشانه از ظلم و بیدادی او می باشد. زیرا او با بکار بردن زور و جبر هزاران مردان و جوانان را مجبور می ساخت تا به صورت مجانی در اعمار این دیوار کار نمایند. او کارفرمایان خشن و بیرحم را در رأس آنان قرار داد تا از آنها مراقبت نماید. میگویند کسانی که بنابر ضعف و ناتوانی و یا پیری نمیتوانستند کار نمایند به حکم پادشاه در زیر دیوار زنده به گور میشدند و خروارهای خاک و گل برای آنها انداخته میشد. داستان جالب در پشت کشته شدن زنبورک شاه اتفاق افتاده که با هم مرور میکنیم. که جوانی بود که نامزد بود و میخواست عروسی نماید، ولی جرأت آن را نداشت تا رخصت اخذ نماید. نامزد آن جوان او را تشویق می نمود تا از این فرمان شاه سرپیچی نماید، ولی او از ترس حاضر نبود تا به این کار تن دهد. بالاخره روز نامزد آن جوان تصمیم میگیرد تا در میان کارگران رفته و مصروف کار شود. او بهانه نمود که برادرش مریض است و نمیتواند به کار حاضر گردد. بنابراین او آمده تا به عوض او کار کند. در همین زمان است که زنبورک شاه میخواهد از کار دیوار دیدن نماید. زمانی که چشمش به عروس جوان میافتد میگوید تو اینجا چی میکنی؟ و چرا رویت را از من پوشانده؟ زن جوان جواب میدهد من جز شما هیچ مردی را در اینجا نمیبینم. شاه باز هم تعجب نموده و میپرسد مگر این همه افرادی که اینجا کار میکنند مرد نیستند؟ زن در جواب گفت نخیر، اگر آنها مرد میبودند این همه جور و ظلم تو را تحمل نمیکردند. این را میگوید و سپس سنگ بزرگی را که در دست دارد به سینه شاه زده و او را نقش بر زمین میسازد. هزاران کارگری که شاهد این لحظه بودند تحت تاثیر سخنان عروس جوان قرار گرفتند، احساساتشان تحریک شده و فوراً به کارفرمایان ظالمشان حمله می نمایند و همه را از پا در می آورند.
بعد به صورت دسته جمعی به سوی قصر شاه یورش برده و تمام سپاه و امیران جابر شاه را از پا در می آورد و خود را از شهر آنها برای همیشه خلاص می کند. نام آن دوشیزه جوان سومحمی بود که به معنی مهتاب بود. قصه کشتن شاه ظالم به واسطه سومحی دهن به دهن تمام شهر را فرا گرفت و مردم شهر از آن به بعد این کوه را به نام آسما یاد نمودند که بعداً به آسمایی یا آسمایی مبدل شد و تا امروز به همین نام یاد می شود. این دیوارها در طول سده‌ها چندین بار بنابر عوامل مختلف مانند جنگ‌های داخلی و عوامل طبیعی تخریب شده و دوباره ترمیم شده. لازم به یادآوری است که این دیوار یکی از میراث‌های بزرگ فرهنگی و تاریخی کشور ماست. در این سالهای اخیر از اثر جنگ‌های داخلی چیز از این دیوار باقی نمانده، ولی با این همه آثار و بقایا آن دیوار هنوز با پرجاست. این اثر تاریخی و فرهنگی کشور را باید از نابودی نجات داد.